نامه یعقوب باب 1. من یعقوب خدمتگار خدا و خداوند عیسی مسیح به 12 قبیله اسرائیل که سراسر دنیا پراکندند سلام میفرستم. برادران و خواهرانم، وقتی که هر گونه دشواری ها به سرتان می آید آنها را با شادی و خرسندی قبول کنید، زیرا می دانید که هنگام از سنجش گذشتن ایمانتان صبر و طاقتتان آب و تاب می یابد. طاقت شما باید پره آب و تاب یابد، آن وقت شما شخصی کامل و برکمال شده برایتان هیچ چیز کمی نمی کند. اما اگر به شما خیرات کمی کند می توانید از خدا آن را طلب کنید و او که به همه با دست کشاد و به طعنه و منت می دهد به شما نیز خیرات می بخشد. ولی هنگام طلب کردن باید به شک و شبهه باوری داشته باشد که او می دهد، زیرا کسی که شبهه می کند مانند موج بحر است که با وزیدن شمال پست و بلند می شود. بگذار چنین شخص فکر نکند که از جانب خداوند چیزی گرفته می تواند، چون که او دودیله بوده در هر قرار خود نااستوار است. ایمانداری که کم بغل است باید از آن فخر کند که خدا او را سربلند کرده است. ثروتمند باشد از آن فخر کند که خدا او را خاکسار می گرداند، چون که عمر او مثل گل صحرا می گذرد. آفتاب می براید و با نورهای سوزانش علف را خشک می کند و گل برگهایش را می ریزاند و از زیباییش چیزی باقی نمی ماند. همین طور ثروتمند نیز در سری کار و بارش از این دنیا می رود. خوشبخت آن کسی است که در وقت سنجش ها صبر و طاقت دارد، زیرا هنگامی که از این گونه امتحان زندگی می گذرد تاج حیات را به دست می آورد. این تاج را خدا به دوستداران خود وعده داده است. اما وقتی که به وسوسه می افتید نگویید که خدا مرا می سنجد، چون که خدا به وسوسه نمی افتد و دیگران را نیز به وسوسه نمی اندازد. بلکه هر شخص آن وقت به وسوسه می افتد که هوسی بد می کند و بعد سرگرم آن هوس شده به دام وسوسه می افتد. سپس همین که دل وی با این هوس حامله دار می شود گناه را تولد می کند. گناه باشد به وای رسیده مرگ را تولد می کند. پس ای برادران و خواهران عزیزم، فریب نخورید، بلکه بدانید که هر نعمت نیک و بی کمبودی از بالا، یعنی از جانب پدر می آید که او آفرنده آفتاب و ماه و ستاره ها می باشد. اگرچه این جسمهای آسمانی گاه روشن و گاه تیره می شوند، خدا هیچ وقت تغییر نمی یابد. او از روی خواست خود به واسطه پیغام راستی به ما حیات نو را بخشیده است، تا که ما در بین همه آفریده های او همچون حاصل اولین باشیم. برادران و خواهران عزیزم، پس هر کس باید به گوش کردن چست و چالاک باشد و به گفتن و غضب کردن سراسیمه نشود، چون که قهر و غضب انسان آن حیات درستی را که از روی خواست خدا است به عمل نمی آورد. بنابراین هر بدی و بد اخلاقی عادت شده را از خود دور نمایید و کلام خدا به دلتان کاشته را خاکسارانه قبول کنید که این کلام جانتان را نجات داده می تواند. خود را فریب داده گمان نکنید که فقط شنیدن کلام خدا بسنده است، بلکه گفته های آن را به جا آورید. اگر کلام را فقط گوش کنید و اجرا نکنید، مانند شخصی هستید که روی خود را در آینه می بیند و از پیش آن دور رفتن زمان از یادش می برارد که چهرهش چگونه بود. لیکن شخصی که به قانونی کامل و آزادی بخشنده
با دقت نگاه کردن را دوام می دهد و سخنان شنیده‌اش را فراموش نکرده اجرا می کند، در هر کارش برکت می یابد. هر که خود را دیندار حساب می کند و زبانش را اداره کرده نمی تواند، هم خود را فریب می دهد و هم دینداریش به یک پولی پوچ نمی ارزد. ولی دینداری که پدرمان خدا پاک و بی عیب و نقصان می حسابد، این است که به یتیمان و بی‌وزنان در حالت دشواریشان غمخواری کنیم و خود را از آلوده شدن با این جهان نگاه داریم. باب 2. ای برادران و خواهرانم، شما که به خداوند پرشکوه و جلالمان عیسی مسیح ایمان آورده اید، هرگز روی بینی نکنید. فرض کردیم که شخص با انگشترین طلا در دست و لباسهای قیمتبها در تن به جمع آمد شما می دراید. همین وقت یک کمبغل هم با لباس کهنه و جنده داخل مجلس می شود. شما باشد به شخصی سر و لباس قیمتبها پوشیده از بالا گذرید می گوید و به کمبغل انها در آنجا است یا پیش پایهای من روی زمین نشین می گوید. پس مگر در بینتان روی بینی نیست و آیا شما از روی فکرهای بد حکم نمی کنید؟ گوش کنید برادران و خواهران عزیزم، آخر خدا آنهایی را انتخاب کرده است که در نظر مردم جهان کمبغلند اما از جهت ایمان بای هستند و پادشاهی خدا که او به دوستداران خود وعده داده است نصیبشان می گردد. اما شما کمبغلان را می رنجانید. مگر خودی همین بایها شما را سوی استعمال نمی کنند و به پیش قاضی نمی برند؟ مگر آنها شخصانی نیستند که نامی با شرف مسیح را دشنام می دهند، در حالی که شما از آن مسیح هستید؟ پس اگر شما از روی شریعت شاه ما رفتار نمایید که آن در نوشتجات آمده است، دیگران را مثل خودت دوست بدار، آنگاه کار خوب می کنید. اما اگر روی بینی نمایید، گناه می کنید و از روی شریعت شما قانون شکن حساب می شوید. زیرا اگر شخص همه گفته های شریعت را اجرا نموده فقط یک نقطه آن را ویران کند، در شکستن تمام قانون شریعت عیبدار می گردد. زیرا همانی که زنا نکن گفته است همچنین فرموده است که قتل نکن. پس اگر شما زنا نکنید ولی قتل کنید، قانون شکن می شوید. بنابراین گفتار و رفتار شما باید مثل گفتار و رفتار شخصی باشد که از روی شریعت آزادی بخشنده حکم خواهد شد. زیرا شخصی که نسبت دیگران رحم و شفقت نشان نمی دهد، در وقت حکم شوی با او نیز رحم و شفقت نشان داده نمی شود، چون که رحم و شفقت بر حکم دست بالا می شود. اینک ای برادران و خواهرانم، چه فایده است اگر کسی گوید که ایمان دارد اما عمل نکند؟ مگر چنین ایمان وی را نجات داده می تواند؟ فرض یک مثال، یک برادر یا خواهر از جمله ایمانداران سر و لباس و رزق و روزی نداشته باشد و یکی از شما با وی گوید که صحت و سلامت گرد و هیچ گرسنه و خنکی را نبینی، اما به محتاجی مادیش هیچ کمک نکنید، پس از سخنان شما چه فایده است؟ ایمان هم اگر بی عمل باشد ایمانی مرده است. شاید کسی می گوید یکی ایمان دارد دیگری باشد عمل می کند. من می گویم کنی به من ایمان بی عمل را نشان ده و من به تو در عمل خود ایمانم را نشان می دهم. انا تو ایمان داری که خدا یگانه است، کاری خوب می کنی.
اما حتی جنها به این باور میکنند و بنابراین میلرزند. ای بی عقل، میخواهی اثبات کنم که ایمان بی عمل فایده ندارد؟ تو میدانی که اجدادمان ابراهیم پسرش اسحاق را در بالای قربانگاه قربانی کردنی شده بود، مگر نه به خاطر همین عملش او بی عیب حسابیده شد؟ میبینی که او هم باور کرد و هم عمل کرد و ایمانش با عملش پره شد. انا همین طور گفته های نوشتجات که ابراهیم به خدا باور کرد و برای همین خدا او را بی عیب حساب نمود اجرا گشتند و او دوست خدا نامیده شد. پس حالا میبینید که انسان نه فقط از روی ایمانش بلکه همچنین از روی عملش بی عیب حساب می شود. به مانند این حتی فاحشه به نام رحاب با عملش بی عیب حساب شد. او به جاسوسانی از طرف خلق خدا فرستاده شده پناه داده، بعد آنها را از راه دیگر به سلامتی روانه کرده بود. خلاصه همان طوری که بدن بی روح می میرد، ایمان نیز بی عمل می میرد. باب 3. ای برادران و خواهرانم، بگذار بسیاری از شما حرکت معلمی کلام شدن را نکند، زیرا خودتان می دانید که از ما معلمان در وقت جوابدهی بسیارتر پرسیده خواهد شد. انیق که همه در ساحه های گوناگون حیات پیش پا می خورند، اما کسی که در سخن هیچ خطا نمی کند شخص کامل است و تمامی بدنش را هم اداره کرده می تواند. مثلا ما برای رام کردن اسبها به دهانشان لجام می زنیم و آن وقت تمامی بدنشان را به هر جا که خواهیم گردانده می توانیم. یا مثال دیگر کشتی را گیریم. هرچند آن کلام بوده با وزیدن شمال شدید حرکت کند هم، اما راهبری کشتی آن را به هر طرفی که خواهد با یک چرخ خرد سکان می گرداند. زبان نیز عیناً مانند همین است. آن یک عضو خرد بدن است، اما چه لاف زیاده می زند. انا یک جنگل بزرگ هم با یک لخچه خرد آتش در می گیرد. همچنان زبان نیز آتش است که از دوزخ در می گیرد. آن یک جهان بدی در بین عضوهایمان می باشد که تمامی بدنمان را حرام می کند و تمامی وجودمان را به آتش گرفتار می نماید. انسان هر گونه حیوانات و پرنده ها و خزنده ها و جانوران آبی را رام کرده است و رام می کند، لیکن زبان خود را هیچ یکی رام کرده نمی تواند. زبان یک بدی اداره نشونده و پر از زهر مرگاور است. با آن ما خداوند و پدر آسمانی من را شکرگزاری می کنیم و همچنان با آن آدمان را لعنت می گوییم، حال آنکه انسان به مانند خدا آفریده شده است. پس از یک زبان هم شکرگزاری و هم لعنت می براید. برادران و خواهرانم، این خیل نباید باشد. مگر از یک چشمه آب شیرین و آب شور جاری شده می تواند؟ یا مگر درخت انجیر میوه زیتون و یا تاک انگور میوه انجیر بار می آورد؟ از چشمه آب شور نیز آب شیرین جاری شدن نمی تواند. اگر کسی از بین شما خردمند و با فهم باشد، بگذار این را با زندگی خوب و عملهایی که با خاکساری خرد و حکمت انجام داده می شوند نشان دهد. اما اگر در دلهای شما کینه و حسد و خودپرستی وجود داشته باشد، خودستایی نکنید که تعریفتان بر ضد راستی است. این گونه حکمت از جانب خدا نیست، بلکه حکمت زمینی دنیوی یعنی شیطانی می باشد. زیرا هر وقتی که در بین شما کینه و حسد
و خودپرستی هست، در همانجا بی‌ترتیبی و هر گونه فسق و فساد می باشد. اما حکمتی که از جانب خدا می آید پیش از همه پاک است و بعد صلح پرور، نرم دل، روشن فکر، پر از رحم و شفقت و ثمره های نیک، صمیمی و بیروی بینی می باشد. شخصان صلح پرور تخم صلح را می کارند و حاصلش را که راستکاری است به دست می آورند. بابی 4. همه بحث ها و جنگ های شما از سبب چی است؟ مگر در همان آرزو و هوس هایتان نیست که در وجودتان جنگ می کنند؟ شما چیزی را سخت می خواهید اما به دست نمی آورید و برای همین آدم کشی می کنید. شما همچنان چیزی را سخت هوس می کنید اما باز هم به مقصدتان نمی رسید. بنابراین گرفتاری جنگ و ماجرا می شوید. سبب به دست نآوردن چیزی دلخواهتان در آن است که از خدا خواهش نمی کنید. ولی خواهش کنید هم به دست نمی آورید، چون که با نیت عیش و عشرت خود طلب می کنید و این نیت نادرست است. ای مردم بی وفا، مگر نمی دانید که دوستی کردن با این جهان با خدا دشمنی کردن را می فهماند؟ هر کی با این جهان دوست شدن خواهد دشمن خدا می شود. یا فکر می کنید که در نوشتجات بیهوده گفته شده است روح خداوند که خدا در درونمان گذاشته است سخت رشک می کند. به ما باشد او قوت بیشتر از پیشتره را عطا می کند تا بر ضد این هوس ها ایستادگی کنیم. برای همین هم در نوشتجات گفته شده است خدا ضد هوابلندان است ولی به خاکساران فیض و مهربانی می بخشد. پس به خدا پر اطاعت کنید و به شیطان ضد برآیید و شیطان از پیشتان می گریزد. به خدا نزدیک شوید و او نیز به شما نزدیک می شود. شما ای گناهکاران دستانتان را از گناه پاک سازید و شما ای دو دیلگان دلهایتان را تازه کنید. از کارهایتان پشیمان شده ناله و گریه و فغان بردارید. به جای خنده ناله کنید و به جای شادی کردن غمگین باشید. در پیش خداوند سرهای خود را خم کنید و او شما را سربلند می کند. ای دوستان، یکدیگر را بدگویی نکنید. هر کی بر ضد ایماندار سخن می گوید یا او را حکم می کند در اصل ضد شریعت خدا سخن می گوید و شریعت را حکم می کند. اگر شما شریعت را حکم می کرده باشید پس دیگر اجرا کننده آن نیستید بلکه حکم کننده هستید. اما همین را دانید که فقط یک شریعت دهنده و او هم حکم کننده است که قدرت نجات دادن و نابود کردن را دارد. لیکن شما کیستید که یک دیگر را حکم میکنید؟ گوش اندازید، شمایی که میگویید امروز یا فردا فلان شهر میرویم، آنجا 1 سال مانده سودا میکنیم و فایده به دست میآوریم. شما از کجا میدانید که فردا چی روی میدهد؟ آخر عمر شما مثل بوق است که برای یک لحظه کوتاه پیدا می شود و بعد ناپدید می گردد. پس شما باید چنین بگویید خواست خداوند باشد زنده می مانیم و فلان کار را می کنیم. در عکس حال سخنان شما لافزنی از کارهای خود می شود و چنین بالیدنها بدی است. پس هر کی چی بودنی کاری نیک را دانسته آن را اجرا نمی نماید گناه می کند. بابی 5.
حالا شما ای ثروتمندان گوش اندازید. شما باید گریه و ناله کنید، چون که بلا به شما نزدیک شده ایستاده است. ثروت شما پوسیده است و لباستان را کویه زده است. طلا و نقره‌تان زنگ زده است. خودی همین زنگ بر ضد شما شهادت داده بدنتان را مثل آتش در میگیراند. شما باشد در این روزهای آخر بایگری جمع کرده اید. بینید شما به مردکارانی که حاصل زمینهایتان را جمع آوردند باید مزد مهنتشان را میدادید، ولی غارتگرانه آن را ندادید. حالا همین مزد مهنتی آنها بر ضد شما ناله و فریاد میکند و این فریادی حاصل جمع کنندگان تا به گوش خداوند پرقدرت رسیده است. انا شما عمر خود را در این دنیا با کیف و صفا و عیش و عشرت گذرانده خود را مثل جانورانی که برای کشتن پرورش می شوند برای روز جوابدهی پرورش کرده اید. آدم بیگناه را که به شما ضدیت نشان نمیداد حکم کرده به قتل رسانده اید. بنابراین ای برادران و خواهران، چنان که دهقان با صبر و طاقت انتظار باران بهار و تیر ماه می شود تا که کشتزار غله گرانبهایش حاصل دهد، شما نیز تا آمدن خداوند صبر و طاقت کنید. مانند همین شما نیز با صبر و طاقت استوار استید، چون که وقت آمدن خداوند نزدیک است. از یکدیگر برادران و خواهران عرض و شکایت نکنید، وگرنه حکم می شوید، زیرا حکم کننده در آستانه در ایستاده است. خوش برادران و خواهران، از پیغمبرانی که از نام خداوند پیغام می دادند عبرت بگیرید که چطور آنها در وقت عذاب و شکنجه ها صبر و طاقت نشان می دادند. شما می دانید که ما آنهای را پربرکت می شماریم که به عذاب ها تاب می آورند. طوری که شما شنیده اید چگونه ایوب پیغمبر با صبر و طاقت از عذاب ها گذشت و می دانید که خداوند در آخر برایش چیکار کرد. خداوند پر از رحم و شفقت است. از همه مهمش برادران و خواهرانم، هیچگاه قسم نخورید، نه با خدا، نه با زمین و نه با هیچ چیزی دیگر. بگذار ها گفتن شما ها باشد و نه گفتنتان نه باشد، وگرنه شما حکم می شوید. اگر کسی از بین شما مشکلی داشته باشد باید دعا کند. اگر خرسند باشد باید سرودهای حمد و ثنا بخواند. اگر کسی بیمار باشد باید راهبران جماعت ایمانداران را دعوت کند تا که برایش دعا کنند و با نام خداوند بر بیمار روغن مالند. آنگاه دعای با ایمان بیمار را شفا می بخشد و خداوند او را از بستر بیماری می خیزاند. اگر او گناه کرده باشد گناهش بخشیده می شود. بنابراین در پیش یکدیگر به گناهایتان اقرار شوید و برای یکدیگر دعا کنید تا که شفا یابید. دعای شخص درستکار با قدرت و نتیجه بخش است. الیاس پیغمبر نیز شخص مثل ما بود، اما وقت از صدق دل دعا کرد که باران نبارد 3.5 سال به زمین باران نبارید. باز دعا کرد که باران بارد و از آسمان باران بارید و زمین حاصل داد. پس ای برادران و خواهرانم، بدانید که اگر کسی از بین شما از راه راستی برآید و دیگری او را به راه برگرداند، وی گناهکار را از راه خطا برگردانده او را از مرگ نجات می دهد و گناههای زیادش بخشیده می شوند.